یک منبع در نهادهای تفتیشاتی روز 10 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که 3 کارمند ریاست مبارزه با ضد قاچاق مواد مخدر وزارت کارهای داخلی با هدف انجام عملیات در سرحد با افغانستان قرار داشتند و مرزبانان آنها را قاچاقچی گمان کرده به سویشان آتش کشادند. یک معیار وزارت کارهای داخلی از پای و شکمش زخمی شده در بیمارستان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان بستری است. یک سرهنگ یا پالکوونیک و یک پدپالکوونیک دستگیر شده به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی به دوشنبه انتقال یافتند. کارمندان وزارت کارهای داخلی به مفتشان گفتند که آنها از پیدا شدن یک مخفیگاه مواد مخدر در مرز افغانستان خبر یافته برای پیدا کردنش رفته بودند، ولی از سوی مرزبانها تیرباران شدند. سرحدبانان گفتند که آنها خبر دریافت کرده بودند که در این منطقه میان قاچاقبران داد و گرفت خواهد شد، ولی آنها نمیدانستند که یک طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی هستند. مرزبانان به مقامات تفتیشاتی گفتند که شبانه ماشین مرسدس بنز ناشناس را در نقطه ممنوع مرزی دیده خواستند که آن را تفتیش کنند، ولی آنها اطاعت نکردند. به قبل آنها هیچ نهاد به موافقه با کمیته دولتی امنیت ملی حق انجام عملیات در مرز را ندارد و از این رو آنها از روی قانون عمل کردند. حادثه را دادستانی نظامی تاجیکستان تفتیش دارد و کمیته دولتی امنیت ملی 2 کارمند بازداشت شده وزارت کارهای داخلی را هنوز رها نکرده است. این حادثه در محله رخ داده است که آن را یک راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان می‌دانند. در این منطقه بارها میان مرزبانها و قاچاقبران زد و خورد صورت گرفته است، ولی بازداشت و زخمی شدن کارمندان وزارت کارهای داخلی بی سابقه است. سرحد ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان از قطعه های دانسته می شود که نظارت آن سخت بوده، راه و پیراهه های دشوارگذری زیاد دارد.